صبریت مصیبت اینا لله و اینا الیه راجعون برحمتك یا ارحم. شاماده аловдин абдуллоев ҳунарпешаи саршиноси ҳаҷву театр ва синамои тоҷикистон, муаллиф ва бозингари нақшҳои саҳнаҳои сербинандаи телевизионии маъруфи шӯхиҳои аловдин дар синни 57-солагӣ даргузашт. хабари даргузашти ин ҳунарпешаи пуровозаро мақомҳои маҳаллии вилояти хатлон таъид карданд. یک نمایشنامه را با نام دختری خپر، عروس خپر و در نمایشنامه بعد آمد و بعد فکرش نسبت همون نمایشنامه گپ زد و وقتی اون بر صحبت او در همون نمایشنامه بود و از صحبت او همین خیلی صحبتی کرد که همون مثلا ابرازهای مرا مثلا چون پدر ابرازهای همه را همچون شهر داد و در دل او یک خصلت بسیار انسان دوستی بود، یک خصلت بسیار انسان دوستانه بود. یا اون کسی نمیخواست که برند جونه مثلا همچون با هنرمند یک مناسبتی با عجایب داشت، با وجودی که خودش هنرمند بود و هنرمند خوب میفهمید و بسیار ما چندین مسابقات با یک جا بازی کردیم، چند نمایشنامه یک جا بازی کردیم. من از آوانی که تئاتر اومدم علاوه جان خوب میدونم، خوب میشناسم، او دیگه که اوله فرهنگی و برای همین من گمان میکنم که امروز با بدرد من میگم در حقیقت که تلفات خیلی جدی کلون صنعت هنری فرهنگ من تاجیک داده است، نه تاجیک بلکه آسیای میانه داده است.